سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. بعد توقف نه آنقدر طولانی همینک با خبرهای جالب عالم ورزش روی اکرانهای شما برگشتیم. چمپیونات جهانی فوتبال فعلا موضوع رقم یکی کلی رسانه‌های خبری ورزشی جهانی به حساب می‌رود و ما هم در همین پیراه قرار داریم. بازی‌های دیروزه را تحلیل می‌کنیم. بازی مرکزی البته که رقابت دسته‌های آلمان و اسپانیا بود، ولی بازی بلژیم و مراکش را هم نمی‌توانیم صرف نظر نماییم. هرچه همین سال کس منتخب بلژیم را فاوریت اساسی نگفت، چه خیلی که چند سال اخیر هم در چمپیونات اروپا و هم در جام جهانی فوتبال این دسته را اساسی ترین مدعی چمپیونی عنوان میدادند. میدونم که طی همین قدر سال این دسته آنهایی را که مدعیش میخواندند به اصطلاح روسی پدودید میکرد و دیگر این سال پیش از آغاز موندیال مخلصان در این مورد خاموش بودند. نه تنها مخلصان، حتی خود فوتبالبازان بلژیم با این چیز راضی شدند و اقرار آمدند که همه حدس و گمانها در مورد آنها افسانه بیش نیست. کوین دبرونه که فعلا مشهورترین فوتبالباز این منتخب به حساب می‌رود قائل شد که ما برای چمپیونی در این موندیال شانس نداریم، چون علاقه سن و سال فوتبالی ما گذشته است. شانسی از همه اولی ما در سال 2018 بود. ما دسته خوب داریم ولی اندک کهنه و سال خورده ایم. ما چند بازیگر کلیدی خود را از دست دادیم. البته بازیگران جوان میآیند ولی آنها در آن سطح نیستند که چند سال پیش ما بودیم، گفته است کوین دبرونه. این را کوین پیش از بازی مقابل مراکش گفته بود. مثل که نسل طلایی بلژیم در حال تمام شوی است. بازی مقابل مراکش بدترین رقابت فوتبالبازان بلژیم در تاریخ چند سال اخیر بود. آنها حتی به زدن یگان گل دست نیافتند و در آخر با حساب 2-0 شکست خوردند. شانس راه یافتن آنها به مرحله پلی آف با قول 50-50 است. اگر آنها خرواتیا را شکست بدهند پس امکانی رفتن به یکش فینال را دارند، اگر نه تمام و سلام دیگر بازیگران مشهور بلژیم از منبر مخلصان چمپیونات را تماشا میکنند. باز در همین موضوع بعد شکست خوردن بلژیم از مراکش در شهر بروسل این مملکت ازدحام مردم کشور به صفت اعتراض از نتیجه های دسته به کوچه های شهر برآمدند و به بی‌ترتیبی های زیاد دست زدند. اولین قربانی این ازدحام اتومبیل بود که در نتیجه آتش زدن ترکید و همینطور ویران و ولنگارسازی های پی هم پلیس ها را سرکار کرد. پایگاه محلی لیسایر ایهید لیتس نیوز در رفت تظاهرات خبر داد که شکستن دروازه های استانسیون مترو، آتش زدن اتومبیل ها و شکستن درهای مغازه و آفیس ها در بروسل به طور هنگاموی ادامه دارد. حتی در بعض منطقه ها مخلصان جانب کارمندان پلیس حمله کردند و میان آنها زد و خورد کلان به وجود آمد. ایلزان وان دکیره کاتب مطبوعاتی پلیس بروسل خبر داد که هنگام برخورد مخلصان و کارمندان پلیس شهروندان از موادهای پیروتکنیکی و ترکنده سبک استفاده بردند که مجبور شدیم از گازهای اشک‌آور استفاده ببریم. رئیس شهر بروسل فیلیپ کلاس قرار حبس تظاهراتگران را امضا کرد و گفت که مسئله جدی برام مانده شود و جنایتکاران به حبس کشیده شوند. رهبریت مملکت شهروندان را آگاه کرده است که تا بازی سوم منتخب که مقابل خرواتیا است از کوچه‌گردی احتیاط کنند و در خانه‌های خود بروقتر برگردند تا امنیتشان تامین باشد. موافق معلومات‌ها در بلژیم 500,000 مراکشی عمر به سر میبرد که در چند موضع‌های به اصطلاح فنزون شهر بروسل و دیگر شهرها برای مخلصان هر دو جانب تماشای فوتبال تشکیل کرده بودند که در بعضی جایها مناقشه مراکشی‌ها و بلژیکی‌ها به قید گرفته شده است. خلاص در آغاز چمپیونات جهانی فوتبال قطر 2022 همگان از سطح پستی برپاشوی مسابقه حرف می‌زدند، ولی آهسته آهسته این جام جهان مقام بهترین چمپیونات را عنوان می شود. هنگامه های پای در پای با قیدگیری بعض رکوردها و از انتظاری ها بیرون شدن بعض حادثه ها سطح قطر 2022 را از بودش زیاد نشان می دهد. یک حالت عجیب در مورد دروازه‌بان منتخب مراکش یاسین بونو همچون دروازه‌بان اساسی منتخب دعوت گردیده بود. او دروازه‌بان دسته سویلیا و اساسی منتخب مراکش به حساب می‌رود و بازی اول را مقابل خرواتیا بدون سر دادن گل پس سر کرده بود. در بازی مقابل بلژیم او با میدان برآمد ولی بازی نکرد. این رو چه خیلی فهمیم؟ در نوار دیده می‌شود که چه خیلی برای روی میدان برآمدن آمادگی می‌بیند. حتی سرود ملی را با افتخار می‌سراید، اما وقتی عکسگیری یک جای پیش از بازی کسی دیگر در جای
او میستد. علیقترش دروازه‌بان دسته الوحده مکه منیر محمدی. این رو داوران همچون عوض‌کنی به قید نگرفتند چون حال خوشتک داور صدا بلند نکرده بود و دروازه‌بان اساسی چی شد که حالا بازی آغاز نشده عوضش کردند. بعدا عکس‌ها پیدا شدند که پیش از رقابت یاسین چیخل سر خود را قاپیده از وضع بد سلامتیش درک می‌دهد و جانب سرمربی دسته اشاره می‌کند که بازی کرده نمی‌تواند. سرمربی منتخب هم بعدا گفت که او در بازی مقابل خرواتیا اوسه برداشته بود و ما کوشش کردیم که با معالجه فوری تا این بازی آماده اش کنیم ولی نشد. از این رو یاسین کاری درست کرد. از آنکه که 10 دقیقه بازی کند و بعدا عوض شود این بهتر بود که عموما بازی ندارد. خلاص سرمربی مراکش مقابل منتخب سست گروه بلژیا حتی دروازه‌بان اساسی را ضرور نشمرید. کوین دبروینه گمانم تا حال افسوس می‌خورد که در بلژیا تولد شده است. مرکزی ترین رقابت دیشب بازی آلمان و اسپانیا را عنوان دادن به آن خاطر بود که آنها در گروه خود یک نوع فاوریت اساسی به حساب می‌روند. بعد شکست از ژاپن ما گفتیم که ماشین آلمانی از کار مانده است ولی در بازی مقابل اسپانیا مثل که محرک آن از نو به کار درآمد. بهترین بازی در اجرای دو گراند اروپا. دلیل تاریخی این است که آلمان 34 سال اخیر یگان مرتبه اسپانیا را شکست نداده است و این تلیسم حالا هم ادامه دارد. کوستاریکا برای آلمانی‌ها با شکست دادن ژاپن هدیه غیر انتظار کرد ولی آلمانی‌ها این را استفاده بردن نتوانستند. در دقیقه 83 بازی از شکست مطلق نجات یافتند و با حساب 1-1 نتیجه بازی را خاتمه بخشیدند. از آخرین غلبه آلمانی‌ها مقابل اسپانیا 34 سال بوتون پس سر شد. آخرین مرتبه آنها سال 1988 در چمپیونات اروپا با حساب 2-0 غلبه کرده بودند و همین طور خط سیاه آنها آغاز شد. سال 1994 در چمپیونات جهان با حساب 1-1 مساوی، چمپیونات اروپا سال 2008 1-0 شکست، چمپیونات جهان سال 2010 1-0 شکست، سال 2020-21 در لیگ ملت‌ها بازی اول 1-1 و بازی جوابی 6-0 مغلوب شدند و اینک در چمپیونات جهانی سال 2022 1-1 مساوی کردند. اکنون توجه کنید به یک جنگ نوبتی اطراف نام مسی. بعد شکست دادن مکزیک و بهترین و مهمترین گل مسی، شبکه‌های مجازی میان مکزیکوی‌ها و ارژنتینی‌ها به میدان جنگ تبدیل یافته است. حتی آدمان مشهور این مملکت‌ها وارد بحث کلان گشتند. در اتاق لباسی عوض‌کنی لیونل مسی پیراهن مکزیکوی‌ها را زیر پا می‌کند و آن را با پایش سوی دیگر هوا می‌دهد که محض همین به اصطلاح اپیزود خشم مکزیکوی‌ها را به وجود آورده است. چمپیون مطلق جهان در وزن دوم میانه آید به بوکس کانلو آلوارز در صفحه خود عکس مسی را گذاشت و نوشت که همه وقت دعا کند که با من یگان وقت روبرو نشود. البته که مخلصان فوتبال باز هم با حمایت کمر خود برخاستند ولی جامعه مخلصان جهان رفتار مسی را محکوم میکنند. اگر مسی واقعا برقصدانه همین کار را کرده است پس او نه تنها مکزیکویی ها بلکه کل مخلصان فوتبال جهان را تحقیر و نااحترامی نسبت یک ملت دیگر را روا دانسته است. شما همین عمل مسی را چگونه به او می‌دهید؟ با همین تمام تا دیدار خیر.